خب انشاءالله در این روز جمعه مبارک سعید روزا میخواستم درباره اون موضوع بسیار مهم ضروری که پیغمبر ما شما علیه السلام بارها درباره این موضوع صحبت کردن و تاکید کردن که این همون موضوع اخلاق و ادب است که متلزم انسان است که انسان باید با ادب و اخلاق باید باشد. الله تبارک و تعالی نسبت انسان بسیار عزت، نعمت، کرامت، شرافت عطا است که از دیگر حیوان ها، از دیگر جاندارها بسیار فرق میکند. در جمعه گذشتگی صحبت کردیم که مقام و جایگاه انسان بسیار بلند است. آبروی عزتی که الله سبحانه و تعالی برای انسان دادگی است. یعنی ولقد فضلنا بنی آدم، یعنی بنی آدم را، فرزند آدم را درجه‌اش، منزلت و مقامش بسیار بالا برداشته است. وقتی انسان اخلاق ادب داشته باشه از دیگر حیوان فرق نداره. اسلام یعنی که دین مبین اسلام عبادت‌هاش وقتی انسان نماز و روزه ذکر عبادت میکند برای این ثواب و ثمره برای خود جمع میکند و این عبادت انسان سبب میشود که یعنی رابطه انسان با الله سبحانه و تعالی با خالقش و صاحب دنیا مستحکم و قوی میگرداند. وقتی که انسان اخلاق و ادب نیک زیبای خوب داشته باشد این سبب میشود چید یعنی که مابین انسان ها معامله و رفتارشون مستحکم قویتر و خوبتر میگردد. همین خیلی در جامعه یعنی که فایده میرسد. زمانی که اخلاق زیبا نباشد جامعه گرفتار مشکلات سختی میشود. پیش از این که در این موضوع بپردازم یک موضوع بسیار مهمی ضرور است که نادیده و ناگپ زده امکان ندارد. سبحان الله. منظور من همون حکومت دیکتاتوری بشار اسد است و پدرش حافظ اسد و امثال اینا که بر مردم ظلم ستم میکنند، حق حقوق مردم را رعایت نمیکنند. الله اکبر. 53 یعنی از نصف عصر این دیکتاتور ظالم قضیه پدرش برای ما شما پوشیدن است که حکمرانی کردن و در این دوامی حکمرانیشون نسبت مردم مسلمان چه چیزهایی انجام ندادن، چه جرم ستم انجام ندادن. منظور من و مقصد من اینه که ظلم، یعنی ظلم اگر هر چی قوی باشد تا اونجا که هیچ انسان تصور نمیکرد که اسد مثلا از روی حکومت رژیمش دیکتاتور از بین هیچ کس از گمان نمیرفت، چون خودش تنها نبود چقدر یعنی یاری دهنده و کمانده یعنی که سیوزنیکای داشتن که در کنارش بودن اصلا در عقل توری نمیگرفت. اما ظلم ستم همیشه نیست. که امروز سبحان الله این یعنی پیروزی برای تمام مسلمانان سراسر جهان هستند که از ظلم ستم همین خیر ظالم الله سبحانه و تعالی رهاش کرد. اما در این واقعیت اگر تاریخ نگاه کنید تاریخ خودش یک بسیار معلم بزرگی است که هر انسان اگر بخواد که درس عبرت بگیره هر یک صحیفه تاریخ پر از درس عبرت هست که واقعا امروز دنیا با اون کشادیش کلونیش وسیعش یعنی به یک جای جنگل زور گرده است که چقدر شب روز ظلم ستم می شود که ظلم ستم در چشم مردم میشه عادی شدگی. لا حول ولا قوة الا بالله. که صحنه هایی که ما امروز مشاهده میکنیم پیش که ما در صحافت ورق میخونیم دل جگر پورا میشه. سبحان. امروز ما با چشم شر مشاهده میکنیم که چقدر دنیا بی عدالت شده، چقدر ظلم ستم سراسر دنیا را گرفتگیه.
منظور مقصد من این است که یعنی ظلم ببینه. ظلم یکی از بزرگترین و یعنی کبایر گناه عظیم هست که الله سبحانه و تعالی او را هر چی که باشه از بین میبره. ببینه که چقدر ظلم ستم مستحکم بود، حتی در عقلهای انسان ها جا نمیگذارید، جا نمیگرفت. اما اون آه ناله زاره فرزنده و پیره و کمپیرها و مظلوم هایی که کردن الله سبحانه و تعالی دعاش گرفت. اما این الله سبحانه و تعالی این ظالم با تمام مکرهاش با تمام چیزهاش از بین برد. اصلا اگر ما و شما ظلم های اونا میکنند، اگر صحبت کنیم تمام نمیشه. از بس که ظلم کردن، ظلم های یعنی بیشمار هستند. صدها هزار مسلمان ها به قتل رسوندن، چقدر دست به جنایت ها رسوندن. اما عاقبت ظلم همین است که یعنی همیشه ظلم پایدار نیست. هرچی قوی هم باشه، هرچی انسان هم فکر کنه که اصلا این هرگز از بین نمیره، اما ظلم که هست الله سبحانه و تعالی ریشه کنش از بین میبرش. لیکن ان شاء الله امروزه این مظلوم صهیونیستش ان شاء الله که مثل همینش و الله از روزش میرسه که از سر قدرت ان شاء الله میره و الله سبحانه و تعالی این مسلمانای مظلوم نجات میده از ظلم این. در تاریخ اگر نظر کنیم بسیار قوم بسیار ملت های بودن که از این قویتر زورتر بودن، مردم انسان ها را ظلم ستم میکنند. اما الله سبحانه و تعالی همه اینها به سبب ظلمش و ستمش که مردم اذیت آزار میرسند، الله سبحانه هلاک نابود کرد. چه ای قوم نوح علیه السلام اگر نقل کنید، چه از قوم هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شیث علیه السلام، هرچند اگر همه اینا الله سبحانه و تعالی در قرآن برای ما و شما را تعلیم دادن که این ظلم ستم همیشه پایبند نیست، پایدار نیست، همیشه جاودانی نیست. دیگر انسان، هر انسانی که باشد، هر حکومت دولتی باشد که دست به ظلم ستم برسونه، اگر مردم اذیت آزار برسونند، از آزادی محروم بکند، سرانجامش نابودی هلاکت است. جنایت هایی که اینها صادر شدن نسبت مسلمان، زن، مرد، فرزند، کودک مسلمان، یعنی در گذشته فرعونی که الله سبحانه و تعالی میفرمود که و یقتلون ابناءهم، یعنی که فرزندها کودک‌ها را که طفلا را که میکشتن، اینها از اونها گذشت رفتن. نابودیش یعنی که آخر نهایت ظالم نابودی است. حضرت علی رضی الله عنه میفرماید که روز مظلوم یعنی اون روزش میرسد که الله سبحانه و تعالی از مظلوم انتقام میگیرد. در کنار مظلوم هست، اما اون روز مظلوم از روزی که ظالمی که ظلم میکرد مردم، از اون چندین برابر سخت‌تر و قوی‌تر است. ظالم همیشه در ترس است، ظالم همیشه منتظر عقوبت عذاب است، اما مظلوم بیچاره همیشه در انتظار پاداش ثواب است. پیغمبر الله صلی الله علیه و آله میفرمایند که واتقوا دعوت المظلم، شما از دعوت انسان مظلوم بترسید. یعنی انسان مظلوم، بین مظلوم و الله هیچ پرده نیست، حجابی نیست. دعا میکنه، دعاش سریعتر از هر چیز قبول میشود. از 7 طبقه آسمان بالا میرد، از ابرها بالا میرد، استجاب دعا میشود. الله سبحانه و تعالی مظلوم دعاش قبول میکنه. تو حتی از هر چیز بگیری، از هر موشک، تو حتی امروزه موشک سخت‌تری که آهنگر است، مال رسی هست، در یک ساعت 32 چند کیلومتر سریعتر تیزتر میرود. دعای مظلوم زودتر از اون زودتر در نزد الله قبول میشود. پناه به الله از ظلم. این ظالمایی که امروز که ظلم ستم کردن نسبت مسلمانان،
این روزا گذشت، اما والله قسم به الله اون چیزی که در انتظار ایاست اصلا عقل قدرت نداره، توان نداره تصورش که چه عذاب‌هایی رو انتظار است. عذاب‌های 100 ساله و 200 ساله میلیون میلیارد نیست اینها. برمیگردیم ان شاء الله به سوی مثلا گفتنی زیاد هستند. من فقط همین را گفتنی بودم که ظلم بسیار خطرناک است، بسیار عقوبت بدی دارد. من یک مثال زدم که مقصد ببینه که ظلم اگر هرچی قوی باشد مستحکم باشد اما عاقبتش از بین رفتنی است. ولی چی برسد به انسان عادی، فرد انسانی که عادی است ظلم میکند. امروز از ظلم، ستم، بی‌عدالتی بسیار منتشر، نه فقط در اونجا در اسرائیل، در سوریه، دیگر جا، بلکه در تمام این کشورها ظلم از خانه شروع می شود. تقریبا در هر یک خانه ما شما ظلم ستم هست. ببینید در خانه ها وقتی که ما نظر میکنیم چقدر ظلم ستم نسبت پدر مادر هست. پدر مادر یک حیات مهنت زحمت هر مشکلی سختی را آماده است به خودش بگیره اما فرزندش عذاب نکشه، رنج مصیبت نرسه، به همه چیز آماده است، اما ببین فرزند چقدر نسبت پدر مادر ظلم میکنه. پدر سلام نمیده که داخل میشه از خانه داخل از پیش نمیخیزه، احمد احترامش نمیکنه، تلفن سبحان الله از تلفن کنده نمیشه. ای کجا اسلامی است؟ ای کجا مسلمانگریه؟ مگر همه ما شما فرزند ما شما مرتکب همین طور که مرضی نیست مگر؟ چقدر پدر مادر تا حد دشنام میکنه به خاطر بازی هاشو، به خاطر اینترنت، فیلم دیگر چیزاشون. پدر میدونه میشته از جاش نمیخیزه، مگر این ظلم نیست، ستم نیست؟ یا چقدر پدر از نسبت فرزنداشون حقوقش رعایت نمیکنه، این همه ظلم ستم است. یا چقدر مردها هستن نسبت زنهاشون، زنها نسبت مرداشون، شوهاشون به حرمت احترام. همه ظلم مگر ظلم نیست؟ همه ظلم هستن، ستم هستن. اینها عاقبتی بد داره. هر کس دست به ظلم ستم میزند عاقبتش به حد خطرناک است. ترسیدن در کار از ظلم. انسان از ظلم ستم، از بی‌عدالتی به خوبی و مقصد مراد باش نمیرسه. ما از غیر مسلمان، از ظالم، از بدینا، از صهیونیست شکایت میکنیم. ما این مسلمان ببین چقدر هستیم، چقدر ظلم میکنیم. اول باید از اینکه ظلم از کشورهای ما از دورو از بین بروند باید از خانه‌مون شروع کنیم. هر کس از خودمون شروع کنیم. ما اگر خودمون را اصلاح کنیم این اصلاح ما زود به دورترین طبقه دنیا میرسد. به سبب ظلم ستم ما اون در دیگر جاها برادر و خواهر ما ظلم ستم میشوند. برمیگردیم به سوی مقصد خودمون که پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم زندگی بسیار زیبا و روشن، یعنی تمام حدیث های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای فایده ما و شما، برای زندگی ما و شما، برای آبادی ما و شما است. اگر هر کس که از گفتهای پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم اگر عمل بکنه به فایده خودش میکنه، اگر نکنه به ضرر خودش تمام میشود. الله سبحانه و تعالی اینا چندین بار در کلام پاکش در قرآن کریم گفتند که اعلام کن خوشبختی در کار نیست، خوشبختی در پول نیست، خوشبختی نجات در شهرت نیست، در پوست نیست، در مقام نیست. و من یطیع الله و رسوله فقط فوزا عظیما. هر کس از الله و رسولش اگر پیروی بکنن فقط فوزا عظیما، با تحقیق کامیاب شده است، کامیاب بشوه، پیروز میشوه، نجات پیدا میکنه. نگفت که الله سبحانه و تعالی هر کس که اگر پول بسیار در جمع کنه یا که شهرت بسیار یا که قدرت منصب، مال منصب، نجات نه. و اطیع رسول. ما غم و غصه که رزق روزی داریم یا که زن یا که شوی یا که دیگر امنیت دیگرش همش در اطاعت از الله و رسول شد. زندگی پیغمبر ما اساسا پر از عبرت است، پر از درس است، پر از اندرز است. هر کس که بخواه اگر که زندگی خوب نیک داشته باشد، از هر طرف که بگیری پیغمبر ما علیه السلام الگو و نمونه است. چه از طرف ادبش،
چه از طرف اخلاقش، چه از طرف مهربانیش، دلسوزیش، چه از طرف کلانتری، چه از طرف پدری، چه از هر طرف که بگیری، برای هر یک انسان که باشه پیغمبر ما علیه السلام الگو است، نمونه هست. که در حدیثش پیغمبر علیه السلام میفرماید که انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. امروزه مکارم الاخلاق در نظر ما هیچی است، اصلا قدر نداره. خیلی از ما و شما اندک هستن که بالای اخلاقشون، بالای ادبشون کار بکنن، در حالی که این بسیار مهم است، بسیار ضروری است. پیغمبر الله صلی الله علیه و آله انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من با پیغمبر مبعوث شدم تا لاتمم مکارم الاخلاق، تا یعنی اخلاق زیبا را، اخلاق نیک خوب با کمال برسونم، تمامش کنم، پرش کنم. میبینید چقدر مهم است داشتن اخلاق زیبا، داشتن ادب و اخلاق. یعنی داشتن اخلاق و ادب یک قلب اسلام است. اگر ما و شما نظر بکنیم به تاریخ، وقتی نگاه می‌کنیم تاریخ ها، بسیار آدمای غیر مسلمان به سبب ادب و اخلاق رسول الله صلی الله علیه و و به سبب اخلاق زیبای شاگردان پیغمبر خدا مهاجر و انصار رضی الله عنهم اسلام قبول کرد. نه به زبان، نه به گپ، نه به دعوت، به اخلاقشون، به رفتارشون، به کردارشون. یعنی اسلام از زیباییش، شیرینیش، خوبیش در میدان نمایش گذاشتن و غیر مسلمان دیدن اسلام قبول کردن، نه به زبان. نظر بکنه اندونزیا، مالزیا و دیگر کشورهای بزرگ جهانی، اون به سبب جنگ دیگرش نبود، به سبب دعوت تبلیغش نبود، به سبب اخلاقش بود. صحابه پیغمبر خدا رضی الله عنهم اجمعین تاجر میکردن، میرفتن، میومدن، معامله میکردن با غیر مسلمان، میدیدن، هش میکردن اخلاقا. اسلام بین ادب اخلاقا هش میکرد، دینا را جذب میکرد، اسلام قبول میکردن. چقدر مهر، محبت، اخلاص، درگذری، عفو، خیرخواهی، نصیحت، دلسوزی، مهربانی. حدیثی که پیامبر الله صلی الله علیه و میفرماید، بسیار اینجا دقت بکنید، میفرماید که ان احبکم الا الله و اقربکم منی احاسنکم اخلاقا. یعنی ان احبکم الا الله، محبوب ترین شما نزد الله سبحانه و تعالی، و اقربکم منی، و نزدیکترین شما با من. با دیگر حدیث هست میفرماید که نزدیکترین شما در روز قیامت با من کی است؟ میگه احاسنکم اخلاقا، اون کسی که ادب و اخلاق زیبا داره، اون کسی که ادب و اخلاق زیبا داره. یعنی ادب و اخلاق زیبا، کردار خوب، معامله بسیار نغز، دلسوزی، مهربانی، این یعنی که الله این انسان را دوست میده. سبب میشه که ما را الله دوست بداره و ما شو به پیغمبر اون نزدیکتر شه. هر چقدر که اخلاق انسان زیبا خوبتر باشه، همون قدر محبوبتر به نزد الله و نزدیکتر به پیغمبرش. همین حدیث پیغمبر الله صلی الله علیه و بسیار تکرار کردگیان. در دیگر جا میان، در ابن حبان حدیث میفرمایند که این حدیثی گفتن در ابن حبان، اما در حدیث ابن ترمذی رحمه الله میفرماید که ان احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. یعنی محبوب ترین و نزدیکترین شما نزد من روز قیامت کردم کی است؟ میگه یعنی با اخلاق ترین شما هستین.
اینجا پیامبر الله صلی الله علیه و نگفت که مشهورترین شما هستین، نگفت بایترین شما هستین، بازیبترین خشتروترین شما هستین، نگفت زورترین شما هست، نگفت مول مذهب دارترین شما هست، نگفت محبوب ترین و نزدیکترین شما نزد من روز قیامت. احسنکم اخلاقا، اون کسی که دارای اخلاق زیبای نکوست، از همه چیز بالا، از تمام دارای بالا. صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و از پیغمبر صلی الله علیه و پرسیدند که در ادامه حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و گفتند که و این ابغضکم الی الله و ابعدکم منی الثرثارون المتفیهقون المتشدقون. و این ابغضکم الی الله، مبغوض ترین شما نزد الله، یعنی بد دیده ترین شما نزد الله سبحانه و تعالی. و ابعدکم منی، و دورترین شما از من کی است؟ با فکر من از سخنانم فهمیده پی برده کی است. الثرثارون یعنی اون کسی است که اخلاق بد داره، یعنی الثرثارون کسی است که صحبت به حد زیاد میکنه، پوچ به اندازه، به معنی به فایده گپ بزنه، چپ راست. المتشدقون اون کسانی که سخنانی یعنی که بسیار بد استفاده میکنن، قپل گپ میزنن، تکلیف سخت میکنن. المتفیهقون، اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و پرسیدن که یا رسول الله الثرثارون المتشدقون فهمیدن که هستن، ترسیدن گفتن المتفیهقون کدام انسان هستن؟ پیغمبر الله صلی الله علیه و فرمود المتکبرون، یعنی متکبران، کسانی که خودش بلند حساب میکنن، دیگر انسان رو پس میکنن، وقتی گپ میزنن خیلی کبر خاطر انسان رو گپ میزنن. متکبر، خودخواه، منم، فقط من. شاعر درباره متکبر چقدر زیبا میفرماید که نردبان این جهان مومنی است. نردبان این جهان مومنی است، منمنی است، متکبری است. نردبان این جهان مومنی است، عاقبت این نردبان شکستنی است. لاجرم هر کی بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد نشست. هر چی که تکبر وست سختتر عذاب میکشه در دنیا، سختتر مولتر خور ذلیل میشه. در دیگر حدیث پیغمبر الله صلی الله علیه و سلم درباره همین موضوع صحبت میکنند، چون که موضوع بسیار مهم است. تا حد الله سبحانه و تعالی بسیار در قرآن میفرماید که وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. زمان با مردم صحبت میکنی اون ببینه که صحبت میگه ای مسلمان، ای مؤمن، اون کسی که ادعای اسلام ایمانی داری، ادعای امت محمدی داری اصلا، این را خوب بشنو. الله سبحانه و تعالی میگه که وقولوا للناس حسنا. زمانی که با مردم صحبت میکنی صحبت خوش و نیکی و زیبا بکن، کلتور نیست صحبت کن. حق نداره حالی چی مسلمان باشه، چی غیر مسلمان، چی یهودی، چی نصرانی، فرق نداره. ما وظیفه ما این است که با انسان ها هر چی باشن باید خوب صحبت بکنیم. حالی پناه به الله از بی‌ادبی، به اخلاقی، پناه به الله به ظلم ستم. ظلم ستم کمر انسان رو میشکنه. بداد انسان یکون کس نمیرسه والله، نه مالش، نه چیلش، نه بیزنسش، نه رفیقش، نه روشت، نه تنشاش، یگان کس بداد انسان نمیرسه. از ما زنده هستیم، چاره بندشیم. پیغمبر الله صلی الله علیه و فرمودند ان المؤمن لا يدرك بحسن خلق درجه الصائم قائم. مؤمن دارای با اخلاق، دارای
حسن خوب یعنی درجه و مقام اون انسانی که شب تا روز عبادت میکنه، نماز میخونه، تهجد میخونه، دعا میکنه، پیش الله زارا میکنه، گریه میکنه، یعنی شب زنده‌داری میکند، الله تبارک و تعالی را به یگانه عبادت میکند و روزهای نفلی میگیرد. اما همون کسی که دارای اخلاق زیبا و نیکوست درجه همین را میگیرد. یعنی یک عبادتی همیشگی است. هر کس که دارای اخلاق ادب خوب داشته باشه یعنی همیشه در گفته رسول ارخیوت ثواب ثمره آمدن میگیره، در نامه اعمالت ثواب ثمره به قرار کردن همیشه ثواب ثمره آمدن میگیره. وقتی نظر میکنیم زندگی پیغمبر خدا صلی الله علیه و با رفتارش، کردارش، یعنی پیغمبر ما علیه السلام چقدر نه فقط تا حتی دشمنان را دیلهاش مسخر به دست آورده بود. والله امروز انسانای صاحب دانش هستن صحبت میکنن، حتی غیر مسلمان صحبت میکنن که یعنی پیغمبر محمد علیه السلام چی شخصیت بزرگی بودن. پورا زندگیش سبحان الله درس های عبرت، اندرز های مول. روز یک ضعیف یا کمپیر همیشه نسبت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اهانت میکرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله اذیت آزار میرفت، به احترامی میکرد. در راهش هرچه آخال و اشغال میریخت، نجاست را میریخت. این کار در اون زمان توهین حساب میخورد. اما پیغمبر الله صلی الله علیه و آله دلش میسوخت برای کمپیر، هیچی نمیگفت، صبر استقامت میکرد. روزی اومد که نیست، دید که نیست کمپیر. وقتی جویا شد از حالش دید که بیمار است. سبحان الله پیغمبر ما علیه السلام سراغش رفتن، کمپیر خبرگیری رفتن با اخلاق نرم، با اخلاق زیبا و کلمات زیبا. کمپیر وقتی دید آب شد اسلام خب شهادت گفتن. پیغمبر ما علیه السلام صله رحم دادن و حتی حیوانات پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میشناختن، دوست می‌داشتن. روز یک شتر پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دیدن، دویدن طرف پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دویدن. شکایت کردن از رسول الله صلی الله علیه و آله که شتر حیوان میدونه که پیغمبر خدا بسیار مهربانه، از این حیوان دفاع میکنه. شتر طاقت نکردن دویدن طرف پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در آغوشش گرفتن، شکمال کردن گردنش، گفتن راحت باش، من انشاءالله مشکلیت را حل میکنم. صاحب اشترا فریاد کردن، صاحب اشترا فریاد کردن، گفتن که اشتر نسبت تو در نزد من شکایت داره، این خیلی نکن، یا حیوان ظلم نکن، حیوان زبان نداره، ظلم نکن، ستم نکن، سری وقت که آوش بتی، از خدا بترس. آیا همین دین ما نیست؟ آیا پیغمبر ما نگفته که یک انسان، یک زن فاحشه به خاطر مهربانی یک سگ تشنه که چاه رفت با کفرش آب گرفت داد حیوانه، سگ تشنه را الله سبحانه و تعالی از همین زن فاحشه بخشیدش، بیشتش بود. اول همین رحمدلی نیست، مهربانی نیست، اخلاق ادب نیست. و در مقابلش انسانی که یک گربه را، یک پیشک در خونش منع کرد، طعامش نداد، ظلمش کرد، به نتیجه گرسنگی، تشنگی پیشک مرد، الله سبحانه و تعالی همین جهنم بود.
ولی بسیار ما بسیار میشنویم از این گوشت اون گوشت تمام فکر نمیکنیم، تعامل نمیکنیم. سبحان الله، احوال هر یک با شما خطرناکه. ما نمیدونیم خدا، فقط امید میکنیم الله عاقبت بخیر بگردونه. خداوند قسم والعصر ان الانسان لفی خسر، والله الله قسم میخوره تمام انسان در زیان ضرر هستند، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تا آخر سوره. در صدر اسلام اول پیغمبر ما علیه السلام روز جمعه خطبه میخوندن، منبر نداشتن. در ستون مسجد تکیه میزدن خطبه میخوندن. اصحاب پیغمبر خدا رضی الله عنهم اجمعین پیشنهاد کردن یا رسول الله ما برای شما خطبه چی درست کنیم؟ منبر درست کنیم تا پیشوری ما بشینیم، ما مثلا خطبه کنیم، همه ما شما رو خوب ببینیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم راضی شدن. وقتی روز کن ساختن منبر، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بالای منبر رفت. روز اول خطبه خوند. سبحان الله، ستون مسجد زور گریه میکرد ای فراق پیغمبر خدا علیه السلام. سبحان ما امت محمدی چقدر از همین غیر، ولی من نمیگم تانه چقدر دور شدگیم حقیقت. به اندازه یکم درخت یک ستون مسجد نمیشیم. سبحان الله، دعوا سخت میکنید نه که واقعا وقت رفتار که داره میگن پناه به الله، چقدر کارای ظلم ستم حرام نه، پناه به الله، یعنی خطرناک احوال ما. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه این حدیث در چند جا میاد، در چند جا حدیثا میگنش. ابن عمر رضی الله عنه میگه که زور درخت ستون مسجد ناله میکرد، مثل شتری که فرزندش گم میکرد، از تحت ناله میکرد، گریه میکرد، زور گریه میکرد. ما شنیدیم میگه از فراق پیغمبر خدا علیه السلام. کدام یک صحبت، کدام یک گپ میزنیم. والله امروز که میبینیم در سراسر جهان چقدر مشکلات، دلها تیکه میشوند، اصلا قابل تحمل نیست، مشاهده کردنش نمیشود. حیرون میزنه دنیا چون چی شدگیه. یعنی ظلم میستن، شب روز ظلم میستن، همش به سبب ما شما، کردار رفتار ما شماست. والله اگر ما خدمت درست کنیم سبب ثمره همین اعمال ما شما کمک و نصرت در دورترین منطقه دنیا برای یک زن مسلمان، یک فرزند مسلمان میرسه. یک کار بد که ما انجام دادیم ضررش میرسه، کار خوب که انجام کنیم فایدهش و نصرتش میرسه. وقتی یک کارگر حکومت حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه یک کارگر مقامات نویس برای عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه که شهرهای ما مثلا خونه ما مثلا شهرهای ما خراب شدگی هستند، کمی پول جدا که تا ما آبادی کنیم. رسخات کنیم، آباد کنیم شهر ما. عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه گفت که شهرات با پول آباد نکنی، شهرات با عدالت آباد کنی، شهرات با ترک ظلم آباد کنی، ظلم نکنی. والله فرزند کودکی که در زیر دشمنان خدا در حبس‌ها از این دنیا تولد میشوند، دنیا رو نمیدونن چی از درخت افتونند. همه موش جوابگار است.
این روزا میگذره اما قیامت نمیگذره. مسلمانگری نیست فقط برای خودت جمع کنی، فقط فکری خودت کنی. هر چی که برای برادرت نخوای، هر چی که برای خودت میخوای برای برادرت نخوای، تو مسلمان نیستی. این سخن من نیست، سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. برای زن فرزند خودت، برای فرزندای خودت میخوای که شکمش رو سیر باشه. پشاکای نغز پوشتن در جامعه در پیش دوست دشمن. مکتبا بروند. والله قسم همین یار باید برای فرزندای دیگه مسلمان باید بخوایی. چقدر فرزندای ما شما ظلم ستم میشه و سببش ما و شما هستیم. این دشمن با ایمان با کفر از روز اول هست تا روز تا دم قیامت میروه. اما ما و شما نزد خداوند نزد الله سبحانه جوابگو هستیم. چقدر از ما نه نماز میخونه این هفته نه هفته بچه خیلی پیروزی میاد، چه خیلی زن کودک مسلمان چه خیلی در امنیت باشه. نماز این سال او سال همسایه مسجد اگر همین مسجد مردم اگر مسجد بیا خونه الله بیاد جا نمیومد، جا نمیشه باور کرد. چقدر مردم ما خودمون آدمی دام زندگی میکنن، با ما دعا میکنیم امید داریم که پیروز شیم. سبحان الله. برای چه صلاح الدین ایوبی همین فلسطین فتح کرد، خیلی فتح کرد. سببش بود هر کجای میرفت منبر قطعش بود، نماز جماعت بامداد قضا نمیشی، پایبند دین بود. الله سبحانه تعالی به آسانی فتح داد. ما شکایت میکنیم فرزندمون نرکمنه، ما شکایت میکنیم فرزندمون علاقه بدین شده رفته. ازبکستان تاجیکستان ایماندار بود، اخلاقدار بود، نماز میخون، حاضر اصلا خطیت گپ نمیزنه. شکایت میکنیم زنهای ما را ظلم میکنن، گپ گوش نمیکنن، سخن با فرزندمون نمیروه. البته نماز نخوندی، گردن غوصی کردی، از الله دوری کردی، همه درآمد از پول حرام، همه از ریا، از ربا، ماشینت، طعامت، از پشتکات، همش از راه حرام. با امید میکنه که ما فتح شیم، پیروز شیم، آسان شود، برکت شود در زندگی ما. از کجا برکت بشه وقتی الله ناراض کردی، رنجوندی؟ پیغمبر الله صلی الله علیه و نادان احمق‌ترین یعنی نادان‌ترین شخص اون کس است که کار بد انجام بده با الله امید کنه که من پگاه روز قیامت در نجات بیام، داخل بهشتم. زرنگ دانا اون کس است که برای خاطر آخرت عمل میکنه و زیر وقتا بسیار قیمت از گران هستن، وقتا رو با پول چیز خریده نمیشه. تو میگردی رفت 5 دقیقه پیش اومده میتونی بگردونی، دنیا رو بتی نمیتونیش. قدر قیمت این وقتا کس در داخل گور است میدونه یا که در داخل زندان است میدونه آزادی چیست. حالا میگه قسم به خدا اگر که همون مردار اگر که رفته و با شرط اگر شانس میشید میخینی میگفتن که ای برادر بیاین هم دنیا یا دنیا را اختیار میکنی که به خاطر دنیا، به خاطر زن فرزندت از آماده تمام سختی و مشکلات بوده که مثلا اند فرزندای من عذاب نکشن، مهنت کشیدی حیات برای فرزندات، جمع کردی، نماز نخوندی، پول چیز گفتی، روزه نگرفتی، حج نرفتی، به خاطر پول فند کردی، فریب کردی، مال مردم خوردی، هزار بار دروغ گفتی، جمعش کردی فرزندام. اینا بیا، اینا می دنیا برای زندگی که کار که برای فرزندات مثلا یا که به خاطر خود بر میگردنیم عبادت که والله قسم میگه مثلا که همین دنیا را یگانچه قبول نمیکنم 1 ساعت والله میگه 1 ساعت اختیار میکنم بر بگردم به دنیا. من کار نه، دنیا نه، پول نه، چیز نه، فقط الله عبادت میکنم، فقط الله عبادت میکنم. والله مرگ دور نیست، خیلی نزدیکه، وقت نیست، وقت ما شما مگی نیست. والله نمیپرسم وقتی میاد همه الله اکبر مهلت نمیتیه
لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. یک دقیقه یک ثانیه مرگ از روی دیر نمیکنه، به وقت نمیآید. یک دقیقه زود نمیاد، سری وقت مهلت نمیتیه. ما قدر قیمت حیات وقتها را بدونیم، بالای ایمان اخلاق کار کنیم. گفتاری بسیار در دل، بسیار در آخر از الله سبحانه و تعالی درخواست می صادقانه که همه ما شما را هدایت کنه از ظلم، ستم، بی اخلاقی، بی ادبی محافظت کنه. همه ما شما را هدایت کنه، رحم کنه، به گوشه رحمت جو کنه. فرزندان که پدر مادر ما جمله مسلمان اتحاد متحد کنه. تمام برادران و خواهران فرزندانی که در کمپ گوشه زندانی ها هستند خدمت آزادیش مهیا کنه و عاقبت ما و شما بخیر بگردان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.